سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. اول خودم رو معرفی میکنم. من باران استاد شریف معمار هستم، صاحب برند خانم معمار. تقریبا 8 ساله که در زمینه صنعت ساختمان در حال فعالیت هستم. لیسانس معماری دارم، ارشد معماری داخلی هستم و میخواستم توی این ویدیو در خصوص مدیریت زمان و مدیریت برنامه‌ریزی یه سری نکات خیلی مهم و کاربردی رو بهتون ارائه بدم که میدونم حتما براتون کاربردیه و میتونید توی در واقع هر لول و هر کسب و کاری که هستید بتونید ارتقا بدید. اصلا چی شد که من وارد مدیریت زمان و برنامه‌ریزی شدم دوستان عزیز؟ یه زمانی این جریانی که میگم واسه 4-5 سال پیشه، من بین برگه های خودم غرق میشدم. از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر که میرفتم سر کار، انقدر کارای من زیاد بود و نمیرسیدم همش رو انجام بدم و یا اگر میرسیدم نمیتونستم با اون کیفیت و اون نتیجه دلخواهی که میخواستم برام نداشت، اون کیفیتی که میخواستم برام نداشت. برای همین دیگه به جایی رسید که به فرض مثال میرفتم خونه، حتی خارج تایم کاری، یهویی یادم میومد که من به فلانی زنگ نزدم، فلان ادیتو نزدم، فلان کارو انجام ندادم. خلاصه به این نتیجه رسیدم که بعد به فکر راه چاره باشم. همه ما یه سری کتابخونه داریم که یه سری کتابم داخلش هست که اصلا اینا رو نخوندیم. منم همینطور بودم. البته اون زمان یه کتابی داشتم به اسم قورباغه‌ات رو قورت بده از برایان تریسی. میدونستم در مورد مدیریت زمانه ولی هیچ وقت نخونده بودمش. به خاطر همین باعث شد که اون فشار کاری و دغدغه‌ها انقدر زیاد شد که من رفتم سراغ این کتاب، بازش کردم، نکاتش رو خوندم و همون نکات چند تا فصل ابتداییشو من اعمال کردم روی کارم، روی برنامه‌ریزی و باعث شد که خیلی بتونم بهتر عمل بکنم. و برام جالب شد که یک کتاب چقدر تونست به من کمک بکنه، چقدر روند من رو بهتر کرد و باعث شد برم سراغ کتاب‌های بیشتر، اساتید بیشتر راهنمایی گرفتم. خیلی ها به من کمک کردن و تجربیاتش رو در اختیار من گذاشتن که تصمیم گرفتم همه این تجربیات اساتید، این کتاب‌ها و تجربیات خودم که این چند سال رو خدمت شما بگم. میدونم که حتما براتون کاربردیه. یه در واقع مثال دیگه بزنم. یکی از بچه‌های فروش ما بود، اومد یه روز گفت که خانم شریف، من واقعا نمیرسم تماس بگیرم با 600 نفر توی بحث تل مارکتینگ. خب ما زمانی که در واقع نمایشگاه صنعت ساختمان شرکت میکردیم، انقدر ترافیک کاری زیاد بود و کارهای ما زیاد میشد که خب باید یه مدیریت زمان و برنامه‌ریزی انجام بدیم که بتونیم به بهترین نحو همه این کارها رو انجام بدیم و به اون تارگتی که میخواستیم برسیم. من اومدم با این خانم که یکی از بچهای فروش بود صحبت کردم. اول ازشون پرسیدم شما هر یه تماسی رو توی چه بازه‌ای زدید؟ ایشون گفتن که به فرض مثال من توی 10 الی 15 دقیقه میتونم با 4-5 نفر تماس بگیرم. خب قرار بود که توی 10 روز هر کدوم از کارشناسای فروش با 600 نفر تماس بگیرن و حالا اون همکاری لازم انجام بشه. من اومدم این تعداد رو هی خورد کردم توی روز، توی ساعت ها، توی دقیقه ها و حتی توی ثانیه ها و این باعث شد که بچه ها خیلی بهتر و در واقع با دغدغه کمتری، چون این برنامه ها نوشته شد و خیلی با در واقع روند بهترین کارها رو انجام بدن و به اون تارگت خوبی که می‌خواستیم برسیم. این یکی از مثال ها بود. شما توی هر زمینه‌ای که باشید مطمئنا تا پایان این فیلم و این ویدیو، این آموزش با من همراه باشید، خیلی نکات و جزئیات رو بهش میتونید دست پیدا بکنید و اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنید. خب حالا این آموزش به درد چه کسایی میخوره؟ شما اگر شاغل هستین این آموزش به دردتون میخوره. اگر کارمند هستین باز هم این آموزش خیلی براتون مفیده. اگر خودتون صاحب کسب و کار هستین این آموزش براتون مفیده. اگر شغل خودتون رو دارین، در واقع برای خودتون کار میکنین و خود اشتغال هستین، باز هم این آموزش خیلی براتون مفیده. و اگر خانم خونه دار هم هستین این آموزش خیلی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. پس با من همراه باشید بریم یه آموزش خیلی جذاب رو با هم دیگه ببینیم. وقتی حرف از زمان میشه، خب یه سری میان توی ذهنشون میگن که ما میدونیم زمان خیلی مهمه و حتی فکر میکنن توی فعالیت روزانهشون دارن استفاده بهینه و مفید رو از زمان میبرن، ولی خب دیتیل و جزئیات خیلی زیادی داره و این اطلاعاتی که دارم خدمتتون میگم اطلاعاتی هستش که یه قسمتش
از دانشگاه هاروارد به دست اومده. در واقع دانشگاه هاروارد اومده روی ثروتمندترین و موفقترین افراد یک تحقیقات رو انجام داده توی یه بازه زمانی و یه سری مطالعات رو انجام داده روی فعالیت‌هاشون، روی نحوه برنامه‌ریزیشون و رسیده به این مقاله که من چکیده شده‌ش رو خیلی ساده با دیتیل کامل خدمتتون ارائه میدم. و من معتقدم هر محتوا، هر مطلبی باید به صورتی ارائه بشه که تئوری نباشه، در حد تئوری نباشه و بتونیم ازش استفاده کنیم و مطمئنم که شما میتونید استفاده خیلی خیلی مفید و بهینه از این مطالب رو داشته باشید. خب دوستان عزیز، زمانی که ما کلمه زمان رو میشنویم، خب باید ببینیم که در واقع به چه مفهومی میرسیم. آیا ساعت ها به ذهن ما میرسه، دقیقه ها به ذهن ما میرسه یا ثانیه ها؟ ما کلا 3 دسته آدم داریم. زمانی که دسته اول کلمه زمان رو میشنون، گاهن ساعت ها و یا نیم روز ها به ذهنشون میرسه. اینها کسانی هستن که زمان خیلی براشون بی ارزش هستش. دسته دوم افرادی هستن که زمانی که کلمه زمان رو میشنون، دقیقه ها براشون پررنگ میشه. اینها کسانی هستن که در واقع نسبت به دسته اول زمان براشون ارزش بیشتری پیدا میکنه. و دسته سوم افرادی هستن که ثانیه ها براشون مهم هستش. اینها کارآفرینایی هستن که میدونن چقدر زمان مهمه و استفاده بهینه رو از زمان میکنن. حالا شما ببینید توی فعالیت روزانه‌تون در واقع کلمه زمان چه مفهومی براتون داره. ساعت، آیا دقیقه است، آیا ثانیه است؟ جزء کدوم از این دسته آدم ها قرار میگیریم؟ من خودم جزء دسته دوم قرار میگیرم که میتونم توی دقیقه ها یه سری موارد رو حل بکنم و توی اون بازه زمانی بتونم به یه سری نتایج خوب و مثبت برسم. مثال میزنم، زمانی که ما داخل دفتر جلسه داریم، من به بچه‌ها هم میگم تایمای جلسه رو روی 20 دقیقه تنظیم میکنیم که بتونیم در واقع هم مفید باشه، هم اینکه تایم کارهای دیگه از هر کدوم از بچه‌ها توی هر سمتی که هستن گرفته نشه. و 5 دقیقه مونده به این که 20 دقیقه تموم بشه، یکی از بچه‌ها مسئول هستش که بگه 5 دقیقه بیشتر زمان ندارید و جلسه رو جمع‌بندی بکنید. پس تا اینجا متوجه شدیم که ما 3 حالت زمانی برای انجام هر فعالیتی رو داریم. پس زمانی که یه فرصتی برای انجام یک کاری پیدا کردید، سعی کنید که بیشترین استفاده رو ببرید که بتونید نتایج خیلی خوبی رو خلق بکنید. دوستان عزیز، به نظر من بزرگترین سرمایه پول نیستش. بزرگترین سرمایه و ثروت ما زمان ماست، ایده های ماست، افکار ما هستن. افراد ثروتمند درک کردن که زمان خیلی مهمه و میان از ثانیه ثانیه تایمشون استفاده بهینه رو میبرن که بتونن به ارزش های خیلی بزرگ و نتایج خیلی بزرگی دست پیدا کنن. خب ما باید بدونیم هر کاری که داریم، هر فعالیتی که داریم در طول یک روز انجام میدیم توی چه بازه زمانی داره انجام میشه. بعد میتونیم بریم مرحله بعدی برنامه‌ریزی رو انجام بدیم که حالا بعداً بهش میرسیم. اگر افراد یاد بگیرن که اولویت‌های خودشون رو از مسئولیت‌هاشون جدا کنن، این یعنی اینکه درک بهتری از مدیریت زمان پیدا کردن و میتونن استفاده بهینه رو از زمانشون داشته باشن. حالا ببینیم که اولویت‌ها و مسئولیت‌ها با هم دیگه چه تفاوتی دارن. یه مثال میزنم. به فرض مثال من ساعت 8 صبح باید برم دانشگاه و سر کلاس باشم. این میشه مسئولیت من و خیلی دوست دارم که صبح ساعت 7:30-8 برم باشگاه ثبت نام کنم و برم ورزش بکنم. این ورزش کردن میشه اولویت من، سر کلاس حاضر شدن میشه مسئولیت من. اگر ماها یاد بگیریم که یه تعادلی بین اولویت هامون و مسئولیت هامون ایجاد کنیم، این یعنی اینکه مدیریت زمان رو درک کردیم. این خیلی مهمه. اصلا بذار یه مثال دیگه بزنم. مثلا من کارمند یه اداره‌ای هستم و سر ساعت 8 صبح باید توی اون اداره حضور داشته باشم. این میشه مسئولیت من، دارم در قبالش حقوق دریافت میکنم. و خب یه چکی دارم که سر ساعت 7:30-8 صبح بعد برم این چک رو بانک و پاس بکنم. این میشه اولویت من. حالا افراد موفق کسایی هستن که میان این اولویت ها و مسئولیت هاشون رو در واقع یکی میکنن. مثلا اینکه اگر اولویت من صبح زود بیدار شدن باشه،
مسئولیت هم صبح زود بیدار شدن باشه. اما بعضی وقتا مسئولیت شما 100% به عهده شما نیست. مثلا شما باید هر روز سر ساعت 8 صبح سر کار باشید و خیلی بستگی به محیط اطراف داره. این مسئولیت 100% دست شما نیست. پس افرادی موفق هستن که در مدیریت زمان مسئولیت بیشتری از مسئولیتشون رو در واقع قبول میکنن. ببینید دوستان، اگر کسی اهمیت زمان رو درک نکنه، به طرز وحشتناکی زمان رو جدی نگیره، اهمال کار عملگرا نیست. خیلی از افراد هستن که یه لیست دارن از کارهایی که میخوان انجام بدن، هیچ موقع استارت کار رو نمیزنن چون درک از مدیریت زمان ندارن که بعد بیان برنامه‌ریزی کنن که بتونن این کارها رو انجام بدن. یا اگر استارت یه کاری رو زدن، نیمه کار رها میکنن، به پایان نمیرسونن. مثال میزنم، شما هفته هاست میخواین برین کلاس زبان ثبت نام بکنید، ماه هاست میخواین برین باشگاه ثبت نام بکنید. تا زمانی که درک از مدیریت زمان نداشته باشید، مسئولیت ها و اولویت هاتون رو نتونید شناسایی بکنید و نتونید برنامه ریزی کنید که در ادامه بهش میرسیم، نمیتونید خیلی پرقدرت استارت همه اون کارهایی و ایده هایی که توی ذهنتون هست رو بزنید. امیدوارم که تا اینجا با مثال هایی که واسهتون زدم خیلی خوب معنا و مفهوم توی در حوزه مدیریت زمان رو درک کرده باشید. با من همراه باشید، بریم و بیان در مورد شخصیت صحبت بکنیم. خب بریم سراغ پارت شخصیت شناسی. ببینید دوستان، افرادی که بیشتر خودشون رو میشناسن، مثلا از نظر شخصیت شناسی میدونن که بیشتر برونگرا هستن، درونگرا هستن. حداقل یه سری تست های شخصیت شناسی مثل تست های دیسک و یا تست هایی که الان هست رو دادن، بیشتر خودشون رو میشناسن، در نتیجه بیشتر دیگران رو میشناسن. اینها بهتر میتونن مدیریت زمان انجام بدن و درک بیشتری از زمان و مدیریت زمان دارن. حالا یعنی چی؟ مثال میزنم، یه شخصی که به فرض مثال خیلی جزئی نگره، خیلی به جزئیات توجه میکنه، دقت خیلی بالایی داره، این شخص میتونه یه سری کارهایی که نیاز به دقت بالایی داره رو خیلی خوب انجام بده. خب یه سری از افراد هستن که اصلا دقت بالایی ندارن، خیلی کلی نگرتر هستن. خب اینها اگر که بخوان کارهایی رو انجام بدن که نیاز به دقت بالایی داره، خب هم خیلی نتیجه خوبی نداره براشون، هم توی اون بازه زمانی مناسب نمیتونن این کارو جمع بندیش بکنن. مثال میزنم، مثلا کسایی که میرن توی زمینه‌های طراحی سازه و محاسبات، اینها کسایی هستن که از نظر شخصیتی توی تست دیسک تایپ سی بالایی دارن. اینها خیلی دقت بالایی دارن و به جزئیات خیلی اهمیت میدن. اینها اشخاصی هستن که در واقع میتونن توی اون زمینه بحث‌های طراحی سازی و محاسبات که نیاز به دقت بالایی داره و خیلی خوب و عالی انجام بدن. خب ببینید، طبق این مثال فکر می‌کنم متوجه شدید که چقدر شما به نفعتون هستش که بدونید در واقع شخصیت خودتون چه شخصیتی هستش و خودتون رو از نظر شخصیت شناسی و روحیات بیشتر بشناسید. اگرم که میخواین تست دیسک رو در واقع بدین، میتونید برید داخل سایت خودشناسی بشید و اونجا تست دیسک رو بدید. اگرم در این مورد سوالی داشتید پیام ارسال بکنید، من در خدمتتون هستم. ببینید دوستان، افرادی که زمان و مدیریت زمان رو اهمیتش رو درک نکردن، از طرفی شناخت زیادی روی شخصیت خودشون و روحیات خودشون ندارن. زمانی که در طی یک روز یه سری اتفاقات پیش بینی نشده به وجود میاد که برای هممون هم به وجود میاد، یه سری چالش ها، اینها نمیتونن خیلی روی خودشون تسلط داشته باشن و زمانشون هدر میره. مثال میزنم، ذهن و مغز ما خب اصولا تنبله دیگه، کلا ذهن و مغز ما انسان ها. ما زمانی که یه اتفاق پیش بینی نشده، یه چالشی برامون به وجود میاد و باهاش برخورد داریم، میریم سراغ یه سری کارهای خیلی ساده که نیاز به فکر کردن نداره. این کارهایی که ما اصلا توی برنامه روزانمون ننوشتیمش، کارهایی که جزء اولویت های ما نیست، کارهایی که جزء مسئولیت های ما نیست و قرار نیست برای ما دستاورد خلق کنه و این باعث میشه که زمان ما به بتالت بگذره. مثلا خود من اگر که در طی یک روز به یه چالشی برخورد کنم، چند تا بازی روی گوشیم دارم که میرم سریع ناخودآگاهاً گوشی رو باز میکنم، بازی رو باز کنم، سریع شروع میکنم به بازی کردن.
خب ذهنم کار ساده رو داره انجام میده که اون چالش رو یکم بتونه خنثی کنه. ولی در کل اینو میخوام بهتون بگم که مدیریت زمان رو درک بکنید. یه سری اطلاعات تکمیلی تر از شخصیت خودتون داشته باشید که توی این چالش ها و بحران ها بتونید بهترین راه حل رو انجام بدید که زمانتون به بتالت نگذره. به فرض مثال اگر امروز صبح یه چالشی رو براتون به وجود اومد، تا آخر روزتون خراب نشه، سریع بتونید مدیریت بکنید و تمومش کنید. خب دوستان عزیز، تا الان 2 تا نکته رو خدمتتون گفتم. اولیش اولویت‌ها و مسئولیت‌ها بود که حتما یادداشت کنید برنامه‌های طول روزتون رو، و دومی شخصیت شناسی بود. و الان 2 تا آیتم دیگه باقی مونده که میخوام خدمتتون بگم. اولیش تکنیک ها هستش که 3 تا تکنیک مهم و کاربردی میگم خدمتتون، و دومیش بایدها و نبایدها هستش که شامل 4 تا مورد هستش. اگر که شما به اینها عمل بکنید که خیلی هم عمل گرایانه هستش، به نتایج و دستاوردهای خیلی خوبی میرسید. و اما بریم سراغ این 3 تا تکنیک. اولین تکنیک جایگزین هستش. به فرض مثال شما توی برنامه امروزتون یه سری جلسات، یه سری آیتم هایی رو مد نظرتون هستش که انجام بدید، به هر دلیلی کنسل میشه، اون جلسه کنسل میشه، اون کار رو بعد عقب بندازید. شما سریع باید بتونید یه کار دیگر رو جایگزینی بکنید، جایگزین اون کار بکنید که کنسل شده، که وقتتون به بتالت نگذره. تکنیک دوم نادیده گرفتن هستش. برای همه ما پیش اومده که در طی یک روز یه سری چالش ها، یه سری ناراحتی ها، یه سری چیزهای مسائل اینجوری پیش اومده که باعث شده که ما کل روز رو از دست بدیم. ازتون میخوام که نادیده بگیرید، بذاریدش کنار و زمانتون بیشتر از این حرف ارزش داره. اجازه ندید که آدم ها به خاطر چیزهای کوچیک شما رو ناراحت یا عصبانی بکنن، پس نادیده بگیرید. و اما تکنیک 3 انکار هستش. احتمالش هست که شما در گذشته یه سری کارهایی رو انجام دادین که این کارهای اشتباه باعث بشه که در حال حاضر، در زمان حال، تمرکز شما به هم بخوره. خب شما بیان اینو انکار کنید، در واقع اون کار اشتباه بوده، خود شما که اشتباه نبودید و همون باعث شده که سری تجربیات جدیدی کسب کنید دیگه. پس در گذشته نمونید. خب بریم سراغ بایدها و نبایدها. اولیش اینه که شما باید ببینید چه میزان انرژی و زمان نیاز دارید برای انجام یک فعالیتی و اون فعالیت، اون کار رو توی چه بازه زمانی میتونید انجام بدید. این خیلی مهمه که بیان توی برنامه‌های روزتون اینها رو یادداشت برداری بکنید و به دست بیارید تایمشو. دومیش قدرت نگفتنه. حالا یعنی چی؟ مثال میزنم. به فرض مثال میان از شما درخواست و کمک میکنن، به شما یه سری پیشنهادهای کاری میشه. خب شما باید بیان اول بررسی بکنید و سریع پاسخ مثبت ندید. شاید اون کاری که شما دارید انجام میدید برای رسیدن به هدف شما اصلا هیچ کمکی نمیکنه، هیچ ارزش خلق نمیکنه و شما الکی دارید زمانتون رو حروم میکنید. پس این در واقع اهمیت زمانه اینجا خیلی مهم میشه. آیا شما زمانی که به یکی پیشنهاد کاری پاسخ مثبت میدین، آیا شما رو برای رسیدن به هدفتون نزدیک میکنه؟ آیا شما اصلا توانایی انجام به اون کار رو دارید؟ آیا میتونید چند تا کار همزمان با کیفیت عالی انجام بدید؟ پس یکم روش فکر بکنید بعد پاسخ مثبت بدید و همیشه پیش فرض ذهنتون نباشه. این خیلی میتونه توی سیو زمان بهتون کمک بکنه. یه مثال بزنم واسهتون. بیل گیتس چون که هاروارد درس خونده و تعامل داره با هاروارد، میگه که من بارها از IBM درخواست همکاری داشتم و من بارها گفتم نه. حالا قضیه چی بوده؟ IBM بهش پیشنهاد میده که همکاری داشته باشن و در ازاش پیشنهاد یه مبلغ خیلی خوبی هم میده و بیل گیتس میگه چون که هدف اول من پول نبود و به طرز عجیبی هدف من مشخص بود و هدف من ساخت برند مایکروسافت بود، هر بار به این پیشنهاد جواب رد دادم و گفتم نه. اینم یه مثال که بهتر متوجه قدرت نگفتن توی بحث مدیریت زمان و رسیدن به اون هدفهای خودتون باشید. بریم سراغ آیتم 4 بایدها و نبایدها. هدفهای ما در طی یک روز برنامه‌های ما رو تشکیل میدن و این برنامه‌های ما هستن که با انجام دادن اونها توی زمان مناسب میتونن نتایجی که ما میخوایم رو خلق بکنن و به دستاوردهایی که میخوایم برسیم. و بریم سراغ آیتم 4 و آخر از بایدها و نبایدها. دوستان عزیز، هر جا توی مسیری که داشتیم میرفتیم دیدید مسیر اشتباهه، سریع بزنید روی ترمز و ببینید مسیر درست کدومه
و ادامه بدید، برید به سمت مسیر درست. هیچ جاده‌ای توی دنیا نیست که بن‌بست باشه و یا دور برگردون نداشته باشه و هیچ جاده‌ای نیست که به یه جاده دیگه منتهی نباشه. فقط ادامه بدید، ترمز نکنید، دنده عقب نگیرید، فقط ادامه بدید رو به جلو. اصلا بزنید GPS و مسیر درست رو ببینید کدوم سمته و مسیر درست رو برید رو به جلو. هممون اینو شنیدیم که توانایی انسان نامحدوده، ولی این دروغه. اینا به اشتباه به ما گفتن. درستش چیه؟ توانایی انسان در رسیدن به خواسته هاش نامحدوده، درسته، ولی انسان به هر چی که اراده کنه میرسه، ولی بستگی داره به اون فعالیت و انرژی که انجام میده. خیلی از آدم‌های سطحی نگر هستن که فکر می‌کنن اگر برن یه دانشی رو یاد بگیرن، یه کتابی رو بخونن، یه مطالعه‌ای رو داشته باشن، یه مقاله‌ای رو بخونن، دیگه اوکیه. ولی من میگم نه. ایشون اگر قبلا بوده یه آدم بدون دانشه، بدون دستاورد، الان شده یه آدم با دانشه، بدون دستاورد. و تا عملگرا نباشه به هیچ جا نمیرسه، به هیچ دستاوردی نمیرسه. من ازتون میخوام الان که تا اینجا با من همراه بودید، تا اینجا یه آدم با دانش بدون دستاورد نباشید. حتما عمل بکنید به همه این نکاتی هستش که خودم توی 4 الی 5 سال بهش عمل کردم و دستاوردهای خوبی دیدم. توی هر سطحی که باشید مطمئنا دستاوردهای بهتری رو میتونه براتون خلق بکنه. با من همراه باشید، بریم و بیایم در خصوص مدیریت برنامه‌ریزی صحبت بکنیم که نکات خیلی جذاب و خیلی جالب و خیلی کاربردی رو خدمتتون بگم.